سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما دوباره برگشتیم با یه ویدیوی آموزشی جدید. همونطور که روی تامنیل ویدیو متوجه شدید به احتمال خیلی خیلی زیاد، امروز اومدیم با آموزش نصب بازی اساسین کرید برادرهود یا فرقه برادری به همراه فارسی ساز که توسط خود من درست شده. همونطور که میدونید بچه ها، من یه تیم فارسی ساز دارم که فقط خودم توش هستم. بله، خیلی قوی کار میکنیم و خودم نشستم و هلوش 3 ماه وقت گذاشتم تا موتور بازی دستم بیاد و توی 2 روز رفتم سراغ فنیش و 2 روز به طور باور نکردنی فنی این بازی لعنتی طول کشید سر همین فونت موتو ایناش و سرجم من 12 ساعت خوابیدم، یعنی 6 ساعت روز اول و 6 ساعت روز دوم. و در کل همین دیگه. این یه نکته بود. نکات دیگه هم حالا خدمتتون عرض کنم. قبلش بگم که بچه این فارساز رو من دارم رایگان میدم کلا، چون میگم سخته، کسی سمت این فارساز و این بازی نمیره. کسایی هم که میرن پولی میزنن، مثلا فکر کنم 1-2 تا تیم فارساز این بازی دادن که پولی هم هستش، ولی من اومدم حالا رایگان دادم. خب بچه ها، البته که مشکلاتی داره و این فارساز بتاست، یعنی باید یه آپدیت خیلی بزرگی واسهش منتشر بشه. یکی از مشکلاتش اینه که فونت ها که فونت مثلا بعضی حروف مثلا ه آخر مشکل داره، درست نشون نمیده. ولی این مثلا مشکل فونته، اینا باید اوکیش کنم. و یکم چیزایی که حالا مشکل هم نیست، بیش توی مثلا بازی یونیتی هم بود، این یادمه، اینه که متنای زیرنویس و منوها که نه، مثلا آموزش ها رو باید بچه ها از پایین به بالا، یعنی هر چیزی که تبدیل به 2 خط میشه رو باید پایین به بالا بخونید. این هم همش به خاطر موتور بازیه، چون بچه ها میدونید که بازی های جدیدتر مثل همین اساسین کرید ریمیکه که بلک فرگ ریمیک که ترجمه کردیم همین چند وقت پیش تو کانال تلگراممون گذاشتم، اون چون از سیستم زبان عربی پشتیبانی کنه دردسرش کمتره، بهتر نمایش میده، این مشکلات رو نداره. ولی سر اساسین کرید برادرهود چون فقط زبان انگلیسی و ایتالیایی اگه اشتباه نکنم پشتیبانی میکنه، خیلی دردسر داره و پاره شدم سرش. خلاصه که همین دیگه. و اینکه بچه ها لطفا خواهشم فارسازا بیاین از کانال تلگرامی خود من بنده دانلود کنید. چرا؟ چون بچه ها یهو میرید از یه سایتی یا از یه جایی میگیرید، اون فرد حالا به طور خواسته یا ناخواسته یا به صورت عمدی میاد یه بد افزار یا ویروسی تو اون فایل هست. میگم یا خواسته یا خودش میخواد از عمد کار میکنه، یا هم ناخواسته مثلا سیستمش ویروسی این فایل رو میاد دوباره کامپایلت کنه قرار میده، یا مثلا وقتی دانلود کنه دوباره میخواد قرار بده این فایل ویروسی میشه و اون موقع بعداً واسه شما دردسر پیش میاد. خب و بعد که دردسر پیش میاد این فوشاشو من بدبخت میخورم دیگه، میگن آره فایل این خراب، در که نه بچه، این فایلی که من دارم الان رو تست کردم و روی لپتاپم هم تست کردم و مشکلی نداشته. نکته بعدی اینه که بچه همون نسخه که من الان تو این ویدیو بهتون میگم رو نصب کنید، نرید یه نسخه دیگه برید نصب کنید، چون بچه من رو نسخه دیگه تست نکردم، ممکنه کار بده ممکنه کار نده یا اینترنتتون حروم میشه، پس بهتر همین نسخه که من بهتون میگم رو برید نصب کنید. خیلی خب، نکته دیگه ای من نمیبینم که بخوام بگم و همین دیگه. بریم سراغ آموزش. بچه برای اینکه ببینید کدوم نسخه رو باید دقیقا نصب کنید، یا میاد کانال تلگرام ما، ببینید این کانال تلگرام ماست، اسم کانال سابفیس، کانال سابفیس فارسی ساز. میاد اینجا حتما تو کانالمون عضو بشید، همینطور تو گپمون هم حتما عضو بشید. میاید اینجا و اینجا همینطور که میبینید فارسازا واسه الان که من ویدیو رو آپلود کردم فارسازمون آخرین مطلبمونه، ولی حالا واسه زمانی که شما ممکن دارین ویدیو رو ببینید متفاوته. اگه پیدا نکردید بیاید قسمت سرچ کلیک کنید و هشتگ لیست، ببینید هشتگ لیست واسهتون بنویسم، هشتگ لیست رو می نویسید و واسهتون میاره لیست فارسی سازها را. من لیست فارسی سازها را همیشه به روز کنم، فقط یکم ممکن دیر بشه. اگه پیدا نکردید
اسم فارساز رو به انگلیسی سرچ کنید. ببین همینجور که الان تو این ویدیو میبینید سرچ کنید. رمز فایل هم اینجا واسهتون بچه‌ها قرار دادم. همینطور بچه‌ها این فارساز رایگان، مواظب باشین از جای نرید بخرید فارساز ما رو. حالا تیما مثلا بعضی تیما یه تیم یا 2 تا تیم فکر کنم این بازی رو همونطور که گفتم ترجمه کرده، اونا کلا بحثش جداست، ولی فارساز ما اگه بود مواظب باشید بهتون نندازم. و خلاصه همین دیگه، ترجمه هم بچه‌ها ماشینیه یا همون گوگل ترنسلیت گفتم که بدونید. بعد از اینکه دانلود کردید و از حالت فرشورده خارجش کردید، اینجا یه فایل آموزش دارید که اینو بازش کنید، یه همچین صفحه واسهتون باز میشه. یه نکاتی رو گفتم اینجا، لینک دانلود بازی واسهتون قرار دادم و گفتم چه نسخه یا بریزید. سریع نصب میشه. بعد از اینکه بچه‌ها نصب شد، میای شما مثل من این پوشه فارسی ساز رو باز میکنید. بعد از اینکه این پوشه فارسی ساز رو باز کردید، این فایل ستا فارسی ساز ساب fps رو شما باز میکنید. بعد از اینکه اینو باز کرد، خب اینا من بذاریم ببندم. اینجا بهتون داره در مورد نصب کننده توضیح میده و اینجا روی بعدی کلیک میکنید. میگه محلی که بازیتون نصب شده رو به هم بدین. کجا بازی نصب شده؟ ما گذاشتیم تو درایور اینها اساسین کرید برادرهود. این پوشه رو بهش بدین. نه بچه پوشه قبلی که گیمه، نه داخل این پوشه، فقط این پوشه با این اسم تایید رو میزنید و در نهایت بعدی و بعدش هم نصب رو میزنید. صبر میکنید بچه‌ها تا نصب بشه. اینجا به هیچ عنوان بچه‌ها، به هیچ عنوان انصراف یا لغو رو نزنید. اگه حتی ناراضی و میخواین مثلا فارساز رو نصب نشه، به هیچ عنوان این کارو نکنید. صبر کنید تا با فارساز نصب بشه، بعداً پاکش کنید. چون اینجا اگه این کار رو انجام بدید، فایل های بازیتون خراب بشه و مجدد مجبورید بازی رو دانلود که نه ولی نصب بکنید. از اینکه روی بعدی کلیک کردین، صفحه تلگرام ما باز میشه که حالا 100% شما که دانلود کردین میتونید جوین هستی توش، ولی اگه حالا نبودید حتما بیاین و جوین بشید. حمایت بزرگ از من کردید. بعد از اینکه اینا اوکی کردید، دیگه همین دیگه میرید داخل فارساز. قبلش من بیام بهتون یه سری نکات رو بگم بچه‌ها. اینجا این آنینستالر فارسی سازه که با این میتونید پاک کنید. اگه بچه‌ها دیدید که مشکلی داره بازیتون، کرش میکنه یا مثلا فارسی ساز ناراضی میخوای همون زبان انگلیسی پلی بدید، میان روی همین آیکون کلیک میکنید، اوپن فایل لوکیشن رو میزنید. اینجا یه پوشه هست به نام ساب فیس بکاپ. اینجا هر محتوای اینو اینجوری کپی میکنید، برمیگردید و پیست میزنید. تمام. به همین آسونی ها، راحتی فایل هاتون دوباره برمیگرده به حالت عادی. خیلی خوب. بذارید من اینو، خب دوستان من برگشتم، شرمنده مشکل داشتیم گوشی. خب بریم بچه بازی هم باز کنیم بهتون نشون بدم. این نکات رو حتما مطالعه کنید و بخونید بچه ها. همطور که می‌بینید بازیتون به زبان فارسی تغییر پیدا کرده. همه چی بچه ها فارسی شده. اینجا هم تنظیمات هستش و همه چی دیگه الان اوکیه بچه ها. شما میتونید به قشنگ فارسی کنید، فارسی بازی کنید و حالش رو ببرید. همچنان بهتون میگم این فارساز بچه ها بیتاست و باید صبر کنید که نسخه احتمال داره که واسهش آپدیت بدم و فارساز بعدی هم احتمالا بچه ها فارساز اساسین کرید 1 باشه، ولی تلاش کنم فارساز اساسین کرید 1 رو، چون دیالوگ هاش فقط ترجمه میشه و حدوداً کم هم هست، تلاش کنم که با هوش مصنوعی با کیفیت واسهتون ترجمهش رو بزنم. و همین دیگه. لایک، دنبال، کامنت فراموش نشه. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید و تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدا نگهدار.